به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان ارجمند، زبان آموزان به نهایت عزیز. درس پنجم است از سلسله درس های روسی برای نوآموزان. الفبای زبان روسی حرف گ. گ. گلاز. گلاز. گلاز چشم. گرانات. گرانات. گرانات انار. груша. груша. груша نوک. مرود. این بود درس پنجم. تا درس نوبتی خدا نگهداری یکایک شما بود.